هنوز فکر میکنی ایلان ماسک اولین ثروتمند جهانه؟ ببینیم امسال 5 ثروتمند جهان کیا هستن. آخر ویدیو بهت گفتم ایلان ماسک کدوم جایگاه رو داره. نفر پنجم این لیست لری الیسون با دارایی 143 میلیارد دلار. مدیرعامل شرکت اوراکل غول نرم افزاری هست. 80 سالشه و کالیفرنیا زندگی میکنه. سرمایه گذار اصلی تیم مسابقاتی اوراکل BMW در جام آمریکا بوده. 2 قایق تفریحی به نام سایانورا و The Rising Sun داره. The Rising Sun دومی قایق تفریحاتی بزرگ دنیاست. هواپیمای جت شخصی لری رو باید ببینید. عجب قولیه. 2 تا خونه داره، یکی شبیه خونه های ژاپنی در قرون وسطا و یک خونه مدرن در پاسیفیک هایتز سان فرانسیسکو. نفر 4 لیست مارک زاکربرگ با دارایی 163 میلیارد دلار، برنامه‌نویس جوان 39 ساله که بنیانگذار فیسبوک و متاست. جزو میلیاردرهای تصادفی محسوب میشه. مارک یهودیه و اکثر ثروتش رو صرف امور خیریه میکنه. واو، به 6 زبان دنیا صحبت میکنه و گیاهخواره. کوررنگی قرمز و سبز داره، برای همین فیسبوک آبیه، چون به نظرش رنگ بهتریه. اون تونسته در 2024 از رتبه 5 به رتبه 4 ثروتمندترین ها ارتقا پیدا کنه. قبل از اینکه ثروت نفر 3 لیست یعنی جف بزوس رو بگم، ویدیو رو لایک کنید. نفر 3 لیست جف بزوس 60 ساله، مؤسس بزرگترین شرکت خرده فروشی آنلاین در جهان، آمازون. جف همچنین بنیانگذار شرکت بلو آریجین فعال در زمینه هوا و فضا هست و اولین فردیه که با موشک خصوصی به فضا سفر کرده. جف در سال 2013 روزنامه واشنگتن پست رو هم خریده. راستی نام آمازون رو از بزرگترین رود جهان گرفته چون باور داشتگاهش روزی به بزرگترین کتابخونه جهان تبدیل میشه. شاید باورتون نشه 4 نفر از این ثروتمندها در حوزه تکنولوژی کار میکنن و 1 نفر در حوزه مد و فشن. نفر اول لیست بازرگان، کارآفرین و کلکسیونر آثار هنری 75 سالشه، در پاریس زندگی میکنه. چه آثار خفنی که برنارد اونا رو خلق کرده. کریستیان دیور و LVMH. سرمایه اون 221 میلیارد دلاره و الان مدیر عامل LVMH است. پدرش کارخونه دار بوده و شرکت ساخت و ساز داشته و برنارد مهندس عمران میشه و در شغل پدرش فعالیت میکنه. اما با علاقه او به کالاهای لوکس شرکت ورشکسته کریستیان دیور رو میخره، اما بعدها با فروش سرمایه این شرکت 24% سهام شرکت LVMH رو خریداری کرد که از جمله تولیداتش کیف‌های لویی ویتون هست. به نظر تو ایلان ماسک بازم میتونه جایگاهش رو پس بگیره و نفر اول بشه؟ پس نفر دوم ثروتمند جهان در 2024 ایلان ماسک معروف 53 ساله هست. مدیرعامل و بنیانگذار شرکت خدمات پرواز فضایی اسپیس ایکس، بنیانگذار محصولات تسلا و مالک توییتر یا ایکس فعلی. همینطور رئیس بنیاد ماسک به دلیل کاهش ارزش سهام تسلا در پی خرید توییتر ثروتش کمتر شد و به جایگاه دوم لیست ثروتمندترین های جهان رسید. در این ویدیو در مورد 5 ثروتمندترین سال 2024 گفتیم. اگر به این ویدیو علاقه‌مندی حتما ویدیو بعدی کانال رو از دست نده.